الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال آمده است که آیا از سلف این امت کسی در علم عقیده تألیف نمودند و اولین کسی که در علم عقیده کتابی را نوشته است یا تألیف و تصنیف کرده است کیست؟ بارک الله فیکم. به همه من و شما معروف است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم صحابگان را روبرو در حالت مباشر تعلیم می دادند. همه احکام شریعت را و بالخصوص عقیده را. از همین جهت است که صحابگان رضی الله عنهم هر یک آیت قرآن را به کدام خاطر نازل شده است، کی نازل شده است و چی معنی دارد می دانستند. و همه صحابگان در باب علم توحید همه خبر داشتند و موحد بودند. از همین جهت در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هیچ احتیاج به تألیف کردن نبود، به خاطر این که رسول الله وجود داشتند. آیت نازل می شد یا برای حل و فصل یک اختلاف، یا برای حل و فصل یک مسئله، یا که برای بیان احکامه. و رسول الله صلی الله علیه و سلم مباشر مستقیم به صحابگان رضی الله عنهم می رسانیدند. و صحابگان که حریصی تعلیم گرفتن و فهمیدن دین خودشان بودند همه زود تعلیم می گرفتند. و در زمان صحابگان رضی الله عنهم هیچ اختلاف در بین مسلمان ها وجود نداشت. همه در یک عقیده، همه در یک منهج، همه در یک راه که ذره اختلاف وجود نداشت. همه موحد. الله اکبر. اما زمانی که پایان عصر صحابه نزدیک شد، اختلاف هم به وجود آمد. بالخصوص در زمان علی رضی الله عنه اختلاف عقیده آهسته به وجود آمد. اولین اختلافی که به وجود آمده است اگر نظر بکنیم، این اختلاف خوارج ها بود که خروج کردند به حضرت عثمان، اما در زمان حضرت علی به خود یک اعتقاد جدید را تأسیس دادند و یک گروهی علاهیده نشأت یافت، تأسیس یافت، به وجود آمد که به گناه کبیره تکفیر میکردند. و البته صحابگان رضی الله عنهم از عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما ثابت شده است که با خوارج ها مناقشه کردند، از 6000 2000 اونها توبه کردند. و بعد از این فرقه یک جدیدی گمراه گشته دیگری به وجود آمد که پیروان عبدالله ابن سبعی یهودی، شیعه ها غلو کردند در حق علی رضی الله عنه. و البته که صحابگان به اینها رد زدند و آهسته آهسته در زمان تابعین اینچنین در آخر حیات صحابگان در موضوع قدر عقیده باطل به وجود آمد. تقدیر ما میگیم القضاء والقدر که معبد الجهنی وفات کننده سال 82 هجری سخن کرد. مسئله شیعه و غلو رافضه ها به اهل بیت و فتنه عبدالله ابن سبعی یهودی بعد از این باز به وقوع، یعنی به درجه دیگر مرحله یک مذهب الهیده از مذهب صحابگان به وجود آمد. بعد از این بدعت خوارج باز آشکار شد، صریح شد که آشکارا خوارج ها تکفیر میکردند به سبب گناه کبیره. بعد از این مذهب معتزله نشأت یافت از دست واصل ابن عطا که وفات کننده 131 هجری است. مذهب معتزله به وجود آمد و انا همین انسان کتاب تأسیس کرد، نوشت، بگویم تألیف نمود در مسائل عقیده که مخالفی صحابگان و تابعین بود. و بعد از این البته عقیده های باطل دیگر آهسته آهسته به وجود آمدند. اما اولین کسی که
از سلف این امت کتاب نوشته‌اند این امام زهری تابعین رحمه الله هستند، یکی از کبار تابعین. چرا به کتاب نوشتن شروع کردند؟ بعد از این همه فرقه های باطلی که به شما بیان کردیم ظهور کرد، در بین مردم عقیده های باطل پهن شد که این عقیده ها مخالف عقیده صحابگان تابعین و اجماع آنها بود. علما از امت اسلام از تابعین ضرور دانستند که مقابل این عقیده البته مبارزه برند. مبارزه فقط به سخن کردن کافی نبود، زیرا که اهل بدعت آهسته عقیده هاشون را می نوشتند. پس علمای اهل سنت و جماعت از سلف این امت برای انکار اهل بدعت و عقیده های باطل و برای بیان کردن عقیده حق کتاب را نوشتن را ضرور دانستند و اولین کسی که خیلی گفتیم نوشت امام زهری بود. و بعد از این علما میگن اولین کسی که بعد از این نوشت امام مالک رحمه الله بود که در کتاب ببینید امام مالک کتاب موطع حدیثی باب مخصوصی را در باب توحید ذکر کردند. در درون کتاب حدیث موطع امام مالک باب مخصوصی را در باب توحید ذکر کردند و علاهیده توحید را بیان کردند. و اما اولین کسی که کتاب را به صورت بیان عقیده اهل سنت و رد به اهل بدعت نوشته است این ابو حنیفه نعمان ابن ثابت رحمه الله است که وفات کننده 150 هجری. البته از ابو حنیفه ابو مطیع حکم ابن عبدالله البلخی روایت کرده است. بعضی از انسان ها روایت میکنند که از ابو حنیفه فرزندشون حماد ابن ابو حنیفه روایت کرده است این کتاب فقه اکبر را. و همین کتاب فقه اکبر کتاب است که سلف این امت ابو حنیفه در بیان عقیده صحابگان تابعین و رد بر عقیده جهمی ها و معتزله ها و قدری ها و شیعه ها نوشتند. و البته این کتاب از 5 باب عبارت است. باب اول از قدر، باب دوم و سوم از اراده و مشیئت الله بیان میکند و باب چهارم رد بر خوارج هایی که تکفیر میکنند به گناه و باب پنجم در باب ایمان بیان شده است. و این چنین در آخر این کتاب و در بینهایش میبینید حدیث های از باب اسما و صفات را ذکر کردند. فطرت، باب عصمت انبیا و مکانه صحابه در این بابهای عقیدوی نیز صحبت کردند. از همین جهت هر کسی بگوید که اولین نویسنده کتاب از جانب هم رد و هم بیان عقیده اهل سنت و جماعت در باب توحید و عقیده این ابو حنیفه رحمه الله بود، هیچ خطایی نکرده است. پس امام زهری، ابو حنیفه، امام مالک در این مسئله همچون متقدمین و سلف این امت اولین شده کتاب را نوشتند. پس سوال اینجاست که آیا نوشتن کتاب‌هایی که در باب عقیده نوشته شده است که در زمان صحابه نوشته شده نبود و در زمان تابعین نوشته شده است این بدعت است؟ البته که بدعت نیست. و هر کسی که نوشته های تابعین را که در باب عقیده نوشته اند بدعت میگوید خودش البته که در این باب گمراه گشته و بدعت کرده است. زیرا این از مصلحه است، مصلحه راجح است، از باب مصلحه راجح است که زمان اهل بدعت منتشر شدند و همه از نوشتن و خواندن که با خبر شدند، اکثر مردم که با خبر بودند، بهترین راه برای نشر دین و برای رد زدن به اهل بدعت و پیشگیری از فتنه عقیدوی این تألیف نمودن بود، تألیف کردن. از همین جهت است که تابعین امام زهری تألیف نمودند و بعد از اون کس تابعین بعضی از علما میگن و بعضی از علمای دیگر تبع تابعین میگن. قول راجح والله علم تبع تابعین ابو حنیفه کتاب فقه اکبر را نوشتند و بعد از این آهسته آهسته دیگر از علما کتاب‌های عقیدوی را نوشتند و یکی از اونها
که 197 هجری وفات کردند، ابن وهب رحمه الله، که یک کتاب مخصوصی را در باب قدر گذاشتند. اما به روش محدثین، یعنی کتابی را مخصوص در باب قدر و تمام حدیثایی که در باب قضا و قدر است وارد کردند. و بعضی از علما میگند امام شافعی هم در این باب کتاب نوشتند، وفات کننده 204 هجری. و اینچنین اولین کسی که در باب ایمان، فقط خاص در باب ایمان کتاب نویست از سلف این امت، از قرون مفضله تبع التابعین، این ابی عبید قاسم ابن سلام است رحمه الله، وفات کننده 224 هجری، یعنی قرون مفضله. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، بهترین قرن 100 ساله من و بعد از این 100 ساله دوم و بعد از این 100 ساله سوم. قاسم ابن سلام سلف این امت در عصر 3 وفات کننده بگیم 224 هجری، عصر 2 و عصر 3 زندگی کرده اند. در باب ایمان کتاب می نویسند. و بعد از این امام احمد رحمه الله کتاب می نویسند، معروف است کتابشون که السنه در باب اعتقاد. در زمان امام احمد ابن حنبل فرزندشون می نویسند و اینچنین در زمان امام احمد ابن حنبل کتابی به نام سنه بینان مشهور شده بود، یا که کتاب سنه لابن ابی شیبه رحمه الله، قرون مفضله عصر 2 و 3 زندگی کردند، 235 هجری وفات کردند. یا که خودی سنه لامام احمد ابن حنبل رحمه الله، وفات کننده 240 هجری، بعد از 5 سال ابن ابی شیبه رحمه الله. و بعد از این مصطلح توحید به وجود آمد و ابن سریج البغدادی رحمه الله، وفات کننده 306 هجری، یعنی علمای سلف کتاب توحید نوشتند. و این چنین ابن خزیمه رحمه الله، وفات کننده 311 هجری، عصر آخر عصر 3، یعنی که این ابن خزیمه را هم به قرون مفضله داخل میکنند، کتاب توحید نوشتند. و البته که الدارمی رحمه الله رد زدن به جهمی ها، حتی معروف به رد زدن بود. در آخر عصر 3، یعنی از علمای قرون مفضله، الرد علی الجهمیه، رد به جهمی ها. پس این همه علما بارک الله فیکم از علمای سلف هستند. ما اعتقاد داریم که علمای سلف هر کاری که کردند، کار اونها وقتی که مخالف به شریعت نباشد، وقتی که در بیان حق باشد و با یگان راه و یگان وسیله حق را بیان کرده و بدعت را و کفر شرک را رد کرده باشند، این عملی است که ما باید پیروی بکنیم. پس سلف امت کتاب را تألیف دادند و این بدعت نیست و این بهترین عمل است و این مصلحه و راجحه، مصلحه راجحه است. اما اشعری ها و ماتریدی ها این گمراه گشته ها میگن که اولین کسی که در باب عقیده و توحید کتاب نوشته است این ابوالحسن الاشعری، وفات کننده 324 هجری است. البته که این غلط است، چه خیلی که گفتیم پیش از این کس، پیش از ابوالحسن الاشعری امام زهری و امام ابو حنیفه، مالک، الدارمی، قاسم ابن السلام و دیگر از علمای زیاده از سلف این امت نوشتند. و این چنین ماتریدی ها میگن که اولین کسی که در باب عقیده نوشت ابو منصور ماتریدی است، وفات کننده 333 هجری. البته این غلط است، بلکه ابو منصور ماتریدی و ابوالحسن الاشعری هر دوی اینها همچون جهمی در زمانشان شناخته شده و بسیار علمای بعد از این که ابوالحسن الاشعری و ابو منصور ماتریدی مشهور شد به اینها رد زدند، همچون جهمی، الرد علی الجهمی گفته، مقصدشون اشعری و ماتریدی بود که بعد از این رد زدند. اما رد دارمی به جهمی ها خاص به جهم ابن صفوان بود. پس با همین فهمیده می شود که نوشتن کتاب های عقیده در زمان تابعین و تبع تابعین وجود داشت، هم از جهت بیان عقیده و هم از جهت رد به اهل بدعت. بارک الله فیکم و حیاکم الله بیاکم. و هر کسی که نوشتن کتاب های عقیده و موضوع علم عقیده را یک موضوع سبحان الله بدعتی میگد، او خودش گمراه گشته و از حقیقت علم خبری ندارد. بارک الله فیکم.